شاهدی اون هستم که در سالهای 1992 این جانب برادرم شریف شریف قربانویچ سالی 1992 و این ماستی قراتو شد قطعی بچه های معلم ها نگهبانی میکردم. از بین یک 10 روز گذشت که این بچه ها فهمیدن که یعنی ما میریم با بولو را گفت میبینیم رسپید نکردم. اکی من 12 روز همین ماست نگاه کرد. همین گروه نهضت اسلامی نگاه کردن که هیچ کس نه، یک نفر از ماست نگاه میکنن. 150 نفر 30 سپتامبر 1992 و یا به خانه ما هجوم کردن. دیگر اکی من طاقت کردن نتونست به خانه آمد. خانه را پنهانگاه تیار کردگی بود ایستاد. دیگه آمدن من قطعی مادرم زواج نگرفتن که میپرونیم تا اکم لط خوب کردن خیلی گرفتن باید سرش لطه کشیدم بردن دست پوچش بسته و یا منو فریب کردن مرم بسته بردن و همون شتبی خودشون در چشمه بودگی بردن اونجا گفتن میره اینا رو برده پروندن در کاره با گردانده آورده و پیش ماستی همین قراتوش آمدم اکمال 4-5 نفر لط کوب کرده دست پوچ شکستن بعد پروندن شد پیستالیت قطعی بعدی باید من گفتن که بپرونین شد وای بچه های نزد اسلام رفتن یک افغان دست کماندیر وای موند اونجا من گفت تیز از اینجا خوی بخور 2 تیر سنی آسمان زد و من گفت که خوی بخور اینجا من با همین ماست با یک جانی علاج کرده تا خانه را آمده از خانه به خانه های همسایه بر آمده به کار بر آمده رفتم.